امروز برادر مسلمان ما در شب امروی سیاسری خود می آید، در شب امروی سیاسری خود می آید، حادثه سرش آمده، غم سرش آمده، از پیش پول طلب میکنه، 5000 افغانی میگی نه ندارم. سبا گرمی آدم خانه خود در فروش میپرده، دعوای شفره میکنه، میگه کسی خریده نمیتونه، سینه میخره. اینی اسلامی ماست، اینی مسلمانی ماست. این مسئله گروی را که این الله های ناملا مردم میگه که بله درست است، مردم در سود آغشته کرده. چرا این رواج شده؟ باعث از این چی است؟ نه برادری موتو است که در خانه او برادری ما را میبینیم که پول نیاز داره، توی به بچه خود میکنه، غم سرش آمده، مریض در خانهش است، سیل در خانهش آمده، کسی برش قرض نمیده، مجبور است ملکیت خود در دست تو بده. کسی راضی است که ملکیت خود در دست کسی بده؟ منافعش مردم بگیره؟ امروز چرا اینطور است؟ باز خب بهانگه کار شروع کردن. او سری پیسه کار میکنه، من در خانگه کش میشینم، من دکانش کرا گرفتن. لعنتی الله سری تو نباشه. اگر تو را الله عقل داده، اگر او مردکه که یک لگ افغانی داده ماه 5000 خودش بیاره در دستت بده، ایره خو زن و مرد و خرد و کلان کس و ناکس میگه که سود است. اگر دکانی تو را من به کرا میدم 5000 از او میگیرم، فرق در بین 5000 که خود آدم مرا بده و 5000 از دکانش میگیرم، چی فرق است؟ چی فرق است؟ او مردکه گروی هست، گروی برای تضمین قرض است. بس اوقات یک نفر تو دلسوزی میکنی، پول میدی، میگریزه، پولی تا میبره، از هر کار و روزگار تو باقی میمانی. شریعت اسلامی برات میگه جنسی از او را تو بگی که لا اقل قرض تو را پوره کنه، این قطع تو قبضه باشه، اما منافع در ملکیت مالک است. کدام منفعت که میخو ملکیت از اوست. تو قرض داده ای، قرض چی را میگه؟ که ثواب آخرت تقاضا کرده ای. میفهمی که قرض چقدر ثواب داره؟ قرآن بری تو مطالبه نمیکنه من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له؟ کسی که قرض حسن میده الله میگه چند چند میکنه برش. به نیت تعلق داره. اینجا موضوعی مادیات دنیا نیست، فایده دنیا نیست، اینجا موضوعی کسب ثواب آخرت است. لیکن ما و تو چون مفهوم اخوت نفهمیدیم، حق اخوت ادا نکردیم، مردم مجبور به این کارا ساختیم. امروز در کابل 80% مردم سود میخورن از رای گروی. رسول الله پیش خبر داده که امت ما در آخر زمانه چی میکنن؟ هر چیز نامش تبدیل میکنن. شراب نامش بیر میمانه، رقص نامش چی میکنن؟ بگوی وجد نام میمانه، فلان هر چیز یک نامش تغییر میده، خلاص نامش تغییر میده. اینجا هم سود است، نامش چی میمانه؟ گروی، به یه وفا، به یه جایزی. خوب است. جناب مولوی صاحب محترم دنیا را او زده رایسته، ولی خواد جوابش تو گفتی. دنیا را او مردکه زده رایست، خود جوابش در قبر تو میدی. جناب محترم فتوا داده ای. علتش چیست؟ یک روح اخوت ما در برادرای خود پیدا نتونستیم که یک برادر با برادر مسلمان چی اندازه کمک بکنه، چقدر غمش بخوره. راستی تا نبگوی. الله اکبر. امروز کدام خانه است که پیسش در بانک نباشه؟ بانکا کلش بانکای سودی است. یک بانک اسلامی را پیدا کرده نمیتون، یکیشان. سری پولیت نگو که مخو اونجا امانت مانده. جناب محترم الله برات عقل داده، چشم داده. پیسه را بانک امو طور میمانه که امو پول دادی، امو لوت تو نشانی که امو جا مانده، در روز دیگه کس پیش میگیری؟ یعنی او سرش کار میکنه. چرا امانت تو را میمانه؟ کی است پیرداری مالی کسی؟ خود او فایدهش هست، خوره در کار میندازه. تو جناب مسلمان بجای از اینکه به برادر مسلمانت کمک کنی که همه روز
در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید زمانی که قرض به کسی دادی و تاریخش تکمیل شد، 1 ماه بعد قرض میدم، بیچاره مفلس غریب نداشت، 1 ماه بعد برش گفتی که برو 2 ماه بعد بدی، 1 سال بعد بدی، اگر تو در اینجا 10 لک روپه دادی، 1 لک روپه دادی، مثل که هر روز 1 لک روپه و 10 لک روپه را تو نفقه میکنی، صدقه میکنی، همین ثواب الله سبحانه و تعالی برای تو.